سلام. امروز اومدیم با یک چالش قشنگ و جذاب با دکتر ایمانی. سلام خدمت همه. ببینیم چیکار میکنیم. این وسایلی که روی میز می‌بینین از طب سنتی هستش برای تمیز کردن دندون و سفید کردن دندون. این اولیش پودر دندان جوانیه که نمیدونم چی کار میکنه، ما فقط رفتیم اینا رو خریدیم. یه تعدادش روش نوشته، یه تعدادش روش ننوشته، ولی خب خوبه. خمیر جرمگیری کیمیا، معجون کیمیا لتنظیف الاسنان. بله، اینم جرمگیری میکنه دیگه. این یکم با کلاستر خمیر دندون هیوا، گیاهی هیوا. روش هم این شکلیه. ببینم. اینم که هیچی نهی باشین. مسواکمون کو؟ یه مسواک. مسواک داریم که با چوب عراکه که همه میشناسن دیگه، مسواک سنتیه. سری سریع اضافه هم که برامون گذاشتن. قشنگه، خیلی امکانات شکیل. اینم که خیلی قشنگه. خب 3 تا سریع هم اضافه داره. خب حالا قرار چجوری ما بفهمیم که اینا چی کار میکنن؟ اینجا یه ماده رنگی ما درست کردیم، رنگ خوراکی. البته آره دیگه، انشالله که رنگ خوراکی با ماست. اینجوری قراره بریم جلو. اینم که اسپانسر برنامه آب تدارک دیدن برامون، لطف کردن، خیلی ممنون اسپانسر. بعد از اینجا قراره که سنگ کاغذ قیچی میکنیم. هر نفری که برنده شد به نفر بعدی میگه که کدوم یکی از این 3 تا رو باید استفاده کنه برای سفید کردن دندونش. یه بار اوکی، یه بار سنگ کاغذ قیچی. اون پودره از اون، چون پودر جوانی. آره چون یکم خطرناکه. بوش هم خوب نبود. خب اول سنگ کاغذ قیچی همون رو بذار چیز کنیم. با آبسلانگ راحت‌تر میتونیم رنگ بزنیم. اینجوری کنیم و آبسلانگ میمالیم بهش. از این اسپانسر 2 تا آبسلانگ لطفاً از دور پرت کنین برام. خب سنگ کاغذ قیچی بعدی، اون مال شما شد دیگه. خب این برای من. خب دیگه الان به ترتیب من بهت میگم دیگه. بعدی من بگم، بعدی هم تو بگو دیگه. نه شاید سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. تو همون روال قبل رو پیش رفتی. چرا خوب باشه بود این راحت تر میشه. خب چی رو الان به من دادی؟ من ندادم بهت هنوز. خب من معلومه که اینو بهت میدم دیگه. این خوبه. خب این که خمیر دندونه دیگه هیچ. نه من اینو به شما میدم. خمیر دندون خودم برمی‌دارم. نه آره. خب باش. اینو بس بنداز تو آب تا چیز شه. این لیوانتون اونجاست. یک اسپانسر یک لیوان دیگه هم. خب من اینو چی آبسلانگا چقدر ضعیفه. این چی بود؟ رنگ خوراکی بود؟ رنگ خوراکی با ماست پرو. این از کجا گرفتی واقعا؟ حالا ایشالا رنگ خوراکیه دیگه. اچه واقعا این همچی حسی داره، چون منم تست کردم واقعا قوام بدی داره، میدونین یه جوریه. خب چیزی نشد؟ کمتر. آره باید کم دهنتونم. شده؟ اسپانسر اون زیر گذاشتم برد. بنداز اونجا حالا بلش. میشه دستمال کاغذی هم. خب یه وضعیت آره اسم همون پرت میزنم. پرت اسپانسر اون باید پرت کنیم. واقعا داریم ویدئوی مناطق محروم میگیریم. طریق استفادهش رو بخونه. گفته مقداری از پودر رو روش ریخته. روش چی؟ مسواک رو خیس میکنیم. یکم از اینو میکنیم تو، بعد 2 تا 3 دقیقه مسواک میزنیم.
منم ببینم این چیه. خب من میرم او 5 دقیقه میرم میزنم میام نتیجه رو نشون میدم. همینجا بزنین دیگه. اینجا بعد زدنش همینجا بزنین دیگه. تقلب کردی. تقلب واریس می‌کنه. کم کثیف کاری داره. این توی اینم نگاه کنی اینجوریه. توی این یه جوریه. خمیردندونام نوع حیف بزنیم به اینا. دیده شد دیگه. دلم نمیاد اینا رو به دندونم بزنم. یه خمیر دندون میده. دندون کبابیه. خب بچه‌ها من برگشتم، ولی به نظرم این پودره خیلی نتونست کاری بکنه و رنگ دندونم هنوز اینجوری نمیدونم دیده میشه یا نه تو این دوربین. هنوز فکر میکنم آبیه. این خیلی تأثیری نداشت، این مزه خیلی ترش و نمکی هم داشت. حالا باید بیاد محمد ببینیم چیکار کرده. فکر میکنم این تاثیر خمیر جرمگیر بیشتر باشه، چون یه قوام خامه‌ای هم داره مثل خمیرهای پروفیلاکسی جرمگیری خودمونه. محمد بیاد ببینیم چیکار کرد. خب من اومدم. خیلی خوب تاثیر داشت. خیلی خوب تاثیر داشت. بچه‌ها ببینید. تایی همینجوری قشنگ رنگشو بود. از اینکه دندونامو داریم بهتون نشون بدیم. ببینم. قشنگ جرمگیری کرده. آره. احساس میکنم آقا که این خوبه. بعد قشنگ خوبه. مزه حالا چیزم میده. حالا میخواین چه کم مزه‌ای بود؟ قشنگ مزه خمیر دندون. قشنگ چون خمیر دندون این نعنایی. دقیقاً مزه همون نمک دریا اینا بود، ترش بود. شور. خب پس این خوبه. حالا نوشته مورد تایید انجمن دندان پزشکی. مشخص نیست که واقعا تایید شده است یا نه، ولی تاثیرش که خوب بود. تاثیرش به نظر خیلی خوب بود. مزه‌ش هم خوب بود. بعد دندونام هم که دندوناش یک کم آبیش مونده. آره خیلی تاثیر نداشت. سطح بالاییش خب این از این دوتا. پس این اوکی بود. خوبه. خب میریم برای تست بعدی. تست دوم. خب من چی دارم؟ من مسواک دارم. بزنم مسواک چجوریه. مسواکتون رو تو توضیحاتش نوشته که یک کم باید با دندونتون آره با دندونای عقبی، آره با مولرا همینه دیگه داره باز میشه. آره ما تا اول دادیم تو از پشتون نه درست شد. ته تو نیست. با دستتون هدایتش کنین. این همینقدر میره تو. دست من نیست که. اوکی چه باحال شد. خوب شد. چه مسواک شد. قشنگ شبیه مسواک شد. این بگیرید بچه‌ها ببینن. مسواک زیاد چیزی هم نیست ولی خب در اومد. یکی دیگه داریم. خب اوکی. صاف شد؟ خب منم که این دندون پزشک این کارا رو میگم با دندوناش چیز سنتیه دیگه. می‌خواستیم همه چی رو تست کنیم براش. چوب عراک‌ها رو حتی تو ویدیوهای یوتیوب خارجی هم نگاه کنین هستش. یعنی همه دنیا تقریبا از این چوب عراک، اگر درست بگم البته اگر چیز بود که بعد زیرنویس استفاده واقعا علمیش بگم چوب پرسیکا. نه چوب عراکه. حتی مثلا ویدیوهای خارجی هم که من نگاه میکنم اونا هم بهش یک همچین چوبی میگن. چوب پرسیکا نوشته روش. خب نه اون که برندش بود فکر کنم. دست شماست. نه بله ما این زیر مسویکا که اسمشه. مسواکی از پرسیکا. چوب پرسیکاست دیگه.
از شرکتش چجوری باید پرسیپا باشه؟ آقا این شکلی شد واقعا، چه این مسواک شد. حالا من اینو نگاه میکنم بعد ریش ریش شده. که خارجی ها خب دیدن. دوباره باید از این چیزه بزنیم. دوباره آره دیگه، دوباره باید از این خوشمزه ها مصرف کنیم. خب جفتمون از این بزنیم. من با این مسواک تست میکنم، تو با اون. من یک مسواک خودم هست. آره تو با مسواک خودت، من با سنتی. این تاثیر کدومش بیشتر؟ اوکی. این خیلی هم خواص نوشته روش. حالا آره طب سنتی همینه دیگه، درمان ناباروری و اینا هم الان بخونی روش نوشته. آره ریشه هم درمان میکنه. روش خوب نبود. اوکی. این بوی همینو میده. قوام شلی داره واقعا، شله مثل عسله. من برم تست کنم. وای اینجا آبی شد؟ قوام خیلی چیز از هم و تأثیری هم نداشت. گول این چیزای سنتی رو نخورید. حالا با مسواک صنعتی ببینیم چجوری شده برای محمد. ببخشید نشد. بهتره نسبت به اون آره خوبه. پس این خمیردندون اوکی هست، ولی با مسواک یه درصدی، ولی اون جرمگیره واقعا خیلی خوب بود. یعنی ما الان در کل باید دندونمون رو فقط با اون جرمگیره اصلا تمیز کنیم، بعد با یک مسواک معمولی، خمیردندون معمولی. خب دیگه اینم از این. ما رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنین. قسمت بعدی هم میایم با مقایسه صنعتی ها، سنتی و صنعتی. ولی گول این چیزای سنتی رو نخورین، هیچ تأثیری نداره. البته این بد نبود واقعا، این خوب بود. ولی حالا شما هم اگر که سنتی دیگه ای میشناسین که ما میتونیم امتحان کنیم، به اون معرفی کنین. قطعا ما تست میکنیم.